صفحه 447. هر روز نجوا کن. امروز من قلبم را برای پذیرش هر کمکی که به جانبم می آید، چه کوچک و چه بزرگ می گشایم. امروز من نیروی خدایی را که در همه امور زندگیم نقش دارد می پذیرم و سپاس می گویم. به خاطر بسپار. انسان در هر لحظه‌ای که وجود دارد یا بیشتر رشد می‌کند و یا به سوی عقب برمیگردد. به عبارت دیگر انسان همیشه یا کمی بیشتر زندگی می‌کند و یا اندکی می‌میرد. هر پگاه زمزمه کن. امروز من چیزهای جدید را با آغوش باز می‌پذیرم و به قلب خود اجازه می‌دهم که شادی و ارتباط با دوستان جدید را پیدا کند. دل خود را به دلی تبدیل می کنم که گرمابخش روحم باشد. همه جا خانه من است. یادت باشه این جهان چیزی نیست جز مدرسه عشق. روابط ما با همسر، فرزند، والدین و دوستانمان، اینها دانشگاه هایی هستند که ما می خواهیم در آنها بیاموزیم عشق و فداکاری به واقع چه معنایی دارند. بیشک خداوند ناشنوا نیست. او حتی صدای پای سبزه‌های ظریفی را هم که هنگام راه رفتن یک حشره بر پاهایش زنگ می‌زنند می‌شنود و در نهایت آنها در همان وجود کیهان مستغرق شده اند. هر صبح بخوانید. امروز من انتخاب می‌کنم که تغییر را با آغوش باز بپذیرم و قلبم را در برابر موهبت‌های نهفته اما فراوان آن بگشایم. هر پگاه نجوا کن. امروز من خودم را متعهد می کنم که به طور فعال به دنبال منفعت نهفته در مصیبت یا به عبارتی خرد ذاتی هر حادثه‌ای مهیا سازم. امروز من طبیعت دقیق و کنجکاو خود را با آغوش باز می پذیرم و به آن اجازه می دهم که از میان مصیبت و سختی مرا با روش‌های مثبت به جلو راهنمایی کند. کنجکاوی من موهبت‌های نهفته در هر تجربه را جستجو و کشف کند. در مورد هر کسی که احساس نامطلوبی در شما ایجاد می‌کند از خود بپرسید: آیا حضور این شخص در زندگیم دلیل سازنده‌ای دارد؟ فراموش نکن. ما می‌توانیم به غم و اندوه خودمان اجازه دهیم تا از طریق باران شفابخش اشک رها شوند و از میان بروند. هر صبح بخوان: امروز من احساساتی را که برای آنچه از دست دادم انکار نمی کنم و به خودم اجازه می دهم که از میان آنها به سوی رشد جدید حرکت کنم. وقتی من برای مرگ فیزیکی عزیزانم سوگواری می کنم گشوده می شوم تا دوباره آنها را در یک ارتباط معنوی دائمی ببینم. یادت باشه گریه کردن هم اثرات احساسی دارد و هم فیزیکی. پس جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریه کنید. یادت باشه همواره مجازی نبگویی، نظرت را تغییر دهی و احساس واقعیت را بیان کنی. به سراغ زمینه‌های گوناگون زندگیتان بروید و دقت کنید تا دریابید در کدام یک از زمینه‌ها با خودتان صادق نیستید. یادت باشه بیش از توانت ایثار نکنی. فراموش نکن آنچه دیگران دربارت می‌اندیشند چندان اهمیتی ندارد. هر پگاه با خود نجوا کنید: امروز دل من جایی برای تازه از راه رسیده ها آماده می کند. من که در روح استقرار یافتم قوی، استوار و قریب نواز می باشم. من بزرگتری هستم که با دل کودکانه از کودکانی که سر راهم قرار می گیرند استقبال می کنم. هر صبح نجوا کن: امروز من با تواضع و گشودگی شفاعت معنوی را در امور زمینی خود طلب می کنم. من درخواست کمک می کنم و وقتی می خواهم و طلب می کنم کمک ها به سراغم می آیند. یادت باشه اکثر ما تقریباً به همان اندازه مشتاق تغییر کردن هستیم که مشتاق زاده شدن بودیم. یادداشت کن: زنده ماندن یعنی دوباره و دوباره به دنیا آمدن. هر صبح بخوان: امروز من آغاز یک زندگی بهتر را با آغوش باز میپذیرم.
چنگ زدن به گذشته را رها می کنم و دستهای خود را می گشایم تا پذیرای چیزهای تازه باشد. من بذرهای آینده را می پذیرم. یادت باشه دعاها مستقیما به بسیاری از تغییرات سخت اشاره دارند که ما به عنوان افراد بشری در معرض آن قرار می‌گیریم. یادت نره در هر کجایی که هستی همانجا نقطه ورود است. وقتی به صدای تنفس خود فکر می‌کنید، وقتی صدای رفت و آمد آن را می‌شنوید، آرامش می‌یابید. فراموش مکن نگرانی بسیاری از آدم‌ها از اتفاقاتی است که در آینده قرار است بیفتد، مخصوصاً چیزهایی که کمتر اتفاق می‌افتد. سعی کنید به حال بیندیشید، آینده را کسی ندیده است. برای رسیدن به آرامش 2 عمل لازم و ضروری است. 1. فکر نکردن به مسائل کوچک. 2. کوچک شمردن تمام مسائل. تمرین کنید که در وجود مردم و در شرایط گوناگون به دنبال بهترین باشید. با این کار متوجه می شوید که این راه ساده و مثبت بودن مثبت بینی را تقویت می کند و هر دوی آنها به آرامش منجر خواهد شد. به یاد بسپار 3 چیز در زندگی انسان مهم است. اول آنکه مهربان باشید، دوم اینکه مهربان باشید و سوم آنکه مهربان باشید. اگر به هر چیز با دقت و با تمرکز نزدیک شوید متوجه می شوید که در آن لذت و پیچیدگی خاصی نهفته است. خوشه انگور، لیوان آب، زمین چمن، یک تکه ابر و غیره. همه اینها در وجود خود زیبایی خاصی دارند که از دیدن آنها لذت میبرید و میتوانند شما را به آرامش برسانند. کامل بودن را برای دیگران بگذارید. از همان که هستید راضی باشید. در نتیجه احساس آرامش بیشتری خواهید کرد. کمال و معرفت روح زمانی رو به رشد می‌گذارد که احساس کنید نگرانی شما برای دیگران از نگرانی برای خودتان بیشتر است. یادت نره آنچه برای خود نگاه می‌داری از دست می‌دهی و آنچه را می‌بخشی برای همیشه از دست می‌دهی. یادت باشه هنگامی که باور دارید که می‌توانید پس می‌توانید. یادت باشه موفقیت حالتی ذهنی است. هیچ چیز و هیچ کس مگر خودت قادر نیست به تو آرامش دهد. با خود تکرار کن من چنین بودم، نیستم، چنین خواهم بود، هستم. یادت باشه اگر تصور کنی که شکست خورده‌ای پس شکست خورده‌ای. اگر تصور کنی که جرأت نداری پس جرأت نداری. اگر تصور کنی بازنده خواهی بود پس بازنده میشوی، زیرا در دنیای بیرونی توفیق با اراده انسانها آغاز می شود. تماما تصور ذهنی است. اگر تصور کنی شأن و مرتبه نازل داری پس چنین هستی. تو برای ارتقا یافتن می بایست بلند نظر باشی. تو باید به خودت اطمینان داشته باشی تا آنکه بتوانی جایزه را ببری. یادت باشه گاهی عزیزانت را به گونه‌ای غیر منتظره ببوس. گاهی دست نوازش بر سر کسی بکش. فراموش مکن جمله چقدر عالی شده ای را از ته دل بیان کن. به یاد بسپار پشت خسته ای را مالش دهید. یادت باشه هنگامی که سر حال نیستی سوت بزن. فراموش مکن گاهی یک کمی به صورت بامزه‌ای خل باش. یادت باشه یک لیوان آب بر سر دوستت بریز. به خاطر بسپار صبح بخیر بگو حتی اگر صبح نباشد. یادت باشه گاهی هنگامی که نوبت شما نیست ظرف‌ها را بشویید. به یاد بسپار صحبت غیر مؤدبانه فردی را نشنیده بگیرید. گاهی با انگشت یک کمی ماست یا خامه به صورت دوستت بمال. به خندش میارزد. فراموش نکن آزمایش شجاعت هنگامی انجام میگیرد که ما در اقلیت باشیم. یادت باشه ترویج مهربانی بخشش ارزشمند زندگی کردن است. یکی از زیباترین خوبی‌های این زندگی این است که هیچ کس بدون کوشش صمیمانه برای کمک به دیگری نمیتواند به خودش کمک کند. یادداشت کن خوشبختی واقعی یعنی کسی را دوست داشته باشی، کاری که آن را انجام دهی و چیزی که به آن امید داشته باشی. فراموش نکن
خوشبخت کسانی هستند که می توانند ببخشند بی آنکه آن را به خاطر بسپارند، بی آنکه فراموش کنند. یادت باشه بزرگترین نعمت برای انسان‌ها شوخ طبعی است. خوب است که به خاطر داشته باشیم که ناتوان نیستیم. همیشه کاری هست که می توانیم انجام دهیم. یادت باشه سرنوشت بیباکی را دوست دارد. فراموش نکن هر یک از ما فرشتگانی با یک بال هستیم. زمانی می توانیم پرواز کنیم که به یک دیگر بپیوندیم. با خودت تکرار کن من از طوفان‌ها هراسی ندارم، زیرا فرا می‌گیرم که چگونه کشتی خود را هدایت کنم. به خاطر بسپار برای معلم قدیمی کارت تشکر بفرستید. فراموش نکن روزتان را با تعریف یک لطیفه یا ماجرای خنده‌دار آغاز کنید. یادت باشه به افسر راهنمایی لبخند بزنید و برایش دست تکان دهید. به یک لطیفه بیمزه بخندید. فراموش مکن عبارت زیبا هستی را به شریک زندگیتان بگویید. به یاد بسپار فردی اندوهگین را بر سر شوق آورید. فراموش مکن شادمانی را به همه جا بپراکنید. یادت باشه یادداشتی عاشقانه را برای همسرتان بر روی یخچال بچسبانید. این جمله را برای عزیزانتان تکرار کنید. دوستت دارم. با حسادت و بدخواهی و کینه برای همیشه خداحافظی کنید. همیشه به عمق مسائل بیاندیشید. در پشیمان شدن از حقایق و وقایع گذشته دلایل منطقی وجود ندارد، زیرا گذشته رفته و دیگر وجود ندارد و تنها خاطره آن به جا مانده است. وقتی به این باور رسیدید می توانید به آرامش برسید. منتقل کردن یک احساس بد به یک نفر دیگر برای شخص فرستنده زیانبارتر است تا گیرنده. به خاطر خودتان هر چه زودتر حتی در همان لحظه گناهکار را ببخشید. دیگران را تحسین کنید و مطمئن باشید که بعد از این کار احساس خوبی خواهید داشت. احساسی بهتر از آنچه که به مخاطب شما دست می‌دهد. به یاد بسپار سرچشمه شهامت رویارویی با حقیقت است. مطمئن باش سرچشمه نیرویت دیدن مانع و توسل به درون برای برطرف کردن آن است. دلاوری در خیال فضیلت راهبانه است. هر پگاه با خود بخوانید من همواره در سرآغاز کشف نکته‌ای فوق‌العاده درباره خویشم. یادت باشه ناامیدی با صرف یک شام خوب کاملا سازگار است. این را به شما قول می‌دهم. برای رسیدن به هدفی دیگر یا عملی ساختن رویایی نو هیچگاه پیر نیستی. هر پگاه با خود بخوان دوست دارم کار بزرگی را به انجام برسانم، ولی وظیفه اصلی من این است که کارهای کوچک را چنان که گویی بزرگ هستند به انجام برسانم. فقط دو راه برای گذراندن زندگیتان وجود دارد. یکی به این شکل که گویی هیچ چیزی معجزه نیست، دیگری به این شکل که گویی هر چیزی یک معجزه است. آرامش را از کودکان بیاموزید. ببینید چگونه آنها درست در همان لحظه‌ای که هستند زندگی می‌کنند و لذت می‌برند. وانمود کنید شما هم می‌توانید مثل آنها باشید. یادت باشه جایی که عشق فراوان است همیشه معجزاتی وجود دارد. فراموش مکن آنهایی که عمیقاً دوست دارند هرگز پیر نمی‌شوند. آنها ممکن است از سالخوردگی بمیرند ولی جوان می‌میرند. عشق چیزی است که وقتی از این دنیا می رود می توانید باقی بگذارید. اینقدر نیرومند است. افکار خوش به سر راه دهید تا خیر و خوشی نصیبتان شود. اگر افکار سیاه در دل داشته باشید جز سیاه روزی بهره‌ای نخواهید داشت. زندگی هر کس بازتاب اندیشه اوست. ترس را از دل برانید و به خود تلقین کنید من با شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم. به خاطر داشته باشید قدرت درمان کننده و نیروی شفابخش در خود شماست. از یاد نبرید ایمان شخص مانند دانه است که در زمینی کاشته می شود و هر کسی آن را کاشته درو می کند. پس دانه امید در دل بنشانید و آن را با شادی و خوشبینی به بار آورید و ثمرش را بچشید. یادت باشه لازمه عشق و دوست داشتن و در نهایت کسب موفقیت خطر کردن است.
به خاطر بسپار. همواره به فرجام خوش کار بنگرید تا به شگفتی شاهد حل مسائل دشوار زندگی خود باشید. فراموش مکن. اشتباهات را وسیله‌ای برای کسب پیروزی بدانید. مشکلات را به عنوان مانعی برای کسب موفقیت به حساب نیاورید. یادت باشه، جستجوی رفاه و بی‌خطری نیروی حیات را خفه می کند. فراموش نکن، حد نهایی بی‌خطر زیستن و امنیت و رهایی از همه تشویش‌ها دراز کشیدن زیر خروارها خاک است. یادداشت کن، برندگان امروز بازندگان دیروزند. به خاطر بسپار، پافشاری یک راز است، رازی که فقط انسان‌های موفق از آن آگاهند. تغییر را بپذیر. اگر شما تغییر کنید همه چیز تغییر خواهد کرد. به خاطر بسپار، شادی به سراغ ما نمی آید، ما باید شادی را از خود خلق کنیم. هر روز صبح در آینه بگویید تو به ابراز خیش نیاز داری. از سلطه‌جویی ها، مجادله و رودررویی های بی ثمر بپرهیز. تو به گفتن حقیقت و اصلاح دروغ‌هایت نیاز داری. به خاطر داشته باش، گاه رسیدن به درکی جدید نیازمند بحران است و همین بحران به شما اجازه می دهد که پندی را وارد زندگی خود کنید. خوشبختی یعنی درک و پذیرش خود به همان صورتی که اکنون هستی. شاد بودن دوست داشتن خویش است به همان صورتی که اکنون هستی. بخشودن گذشته و گشاده رویی نسبت به آینده بدون کمترین ترس و واهمه است. شاد بودن، پذیرش خویش، همین جا و همین لحظه است. فراموش نکن، اگر فکر می‌کنی برای آنکه شاد باشی و به خود عشق بورزی باید پیش از آنچه اکنون هستی باشی، شرایط غیر ممکنی را به خود تحمیل می‌کنی. کاستی‌هایت را بشناس، اما نگذار وجودشان بهانه‌هایی برای دوست نداشتن خود به صورتی که هستی بشود. با خود بخوان، با آگاهی از این نکته که بهترین تجلی من از من ساطع می شود، خود را درست به همان صورتی که هستم می پذیرم. هنگامی که از خطر کردن به هراسی دیگر خودت نخواهی بود، در این صورت زندانی کسی می شوی که از تو محافظت می کند. یادت باشه، هرگز واقعا نمی بازی مگر اینکه از تلاش دست برداری. اگر کسی حاضر شود همراهیت کند چه بهتر، اما هدف از انتخاب مسیر فردی همراه شدن با بهترین بخش وجودت است و نه اتکا به نیروی دیگران. به خاطر بسپار، می توانی از اشتباهات دیگران بیاموزی، اما تنها به یاری اشتباهات فردی است که رشد می کنی. هر پگاه آواز سرده، من همواره آماده خطر کردنم، من همواره آماده فراگیریم، من همواره آماده آزمودن نیرویم هستم و بنابراین نگرانی را کنار می نهم و فقط زندگی می کنم. اگر نمی خواهی کاری را انجام دهی فقط یک کلام بگو نه. یادت باشه، میزان آسان بودن نگفتن سنجش خوبی برای میزان آزادی و توان شاد بودن توست. نه بگو و بگذار این نگفتن تو مسئله طرف مقابل شود. یادت باشه، در کار و تجارت همه می توانند نه بگویند. شخصی که آری می گوید از قدرت واقعی برخوردار است. از همین حالا بگو آری، جایگاهت را مطالبه کن، خودت را بیاب، پایداری عشق را جشن بگیر، خانواده تشکیل بده، داستان بلند بنویس، بر ضعف‌هایت غلبه کن، نیرویت را رشد بده، خاص بودنت را بیازمای و ارباب جهان خود باش. پیوسته با خود بخوان، هر صبح زندگیم را در آغوش میگیرم و در میابم که زندگیم مرا در آغوش گرفته است. یادت باشه، مشکلاتت را در پاکتی بگذار که ته آن سوراخ باشد. فراموش مکن، در روزهای ضعف و درماندگی نیرویت پنهان می شود و برای نشان دادن خود نیاز به ایمان تو دارد. جستجو کن، تلاش کن، ننشین و منتظر نمان تا جهان فرصتها را نشانت دهد. جهان تجاهل می کند و مقرر شده که اگر دست به کار نشوی تو را نادیده بگیرد. یادداشت کن، در این جهان فقط باید از یک چیز بترسی، آن هم ترس است.
فراموش نکن قدرت ما از درون ضعف‌هایمان سر بر می‌کشد. وقتی با وضعیتی دشوار مواجه می‌شوید در صدد یافتن راه حل باشید، نه راه فرار. یادت باشه ارسال نامه راه مناسبی است برای رفتن به مکانی، بدون حرکت دادن چیزی جز قلب. چرا معطلی؟ همین حالا قلبت را برای دوستی حرکت بده. فراموش مکن آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند. از پیشرفت آهسته هراس نداشته باش، از رکود بترس. شرایط زندگی مانند تشک است. وقتی روی آن هستیم احساس راحتی می کنیم و وقتی در زیرش قرار می گیریم دچار خفگی می شویم. به خاطر داشته باش با هر چه که داری در هر کجا که هستی هر آنچه می توانی انجام بده. آنگونه مهر بورزید که گویی هرگز رنجی در پی نخواهد داشت. به خاطر بسپار با اعتماد راسخ در جهت رویاهایتان گام بردارید. آن گونه زندگی کنید که تصورش را داشته اید. اگر می‌خواهی به مجلس رقص بروی نباید از لنگی پایت وحشت داشته باشی. برای دیدن زیبایی پیرامونت وقت بگذار. فراموش نکن زیبایی اگر از تو بگریزد روحی گرسنه بر جای می‌گذارد. هر روز با خود بخوان خوبی طبیعی روح انسانی را ستایش می‌کنم. می‌دانم گل‌ها چه آسان می‌پژمرند. می‌پذیرم که زندگی به سرعت باد می‌گذرد و می‌دانم چگونه تمامی این زیبایی‌ها را اگر برای دیدنشان وقت نگذارم از دست می‌دهم. یادت باشه دو انسان عاشق پدید آورنده یک ایزدند. سخنان خداوند را جدی بگیر تا خداوند سخنان تو را جدی بگیرد. حرف گاه بخوانید زندگی من رهاورد الهی است. استعدادم نیروی محرکه من است و فرصتم اکنون. صفحه 460. راستگو باش زیرا بیشترین مشکلات تو از نگفتن حقیقت سرچشمه میگیرد. هیچگاه از سر نومیدی تسلیم نشو. تسلی یافتن را بیاموز اما مویه نکن. فراموش نکن تنها وقتی که خودت هستی بهترین هستی، نه با تقلید از دیگری، نه با دنبال روی از معیارهای دیگری، تنها با تحقق بخشیدن به معیارهای خود. از موضع عشق بیا، یعنی بی پرده، راستگو، صادق و صمیمی و ساده. به خاطر بسپار هنگامی که از موضع عشق میایی اعمالت را از این باور آغاز میکنی که تو سزاوار و شایسته و دیگران خوب هستند. هر بگاه با خود بخوان هنگامی که به درون مینگرم عشق را مییابم، در پیرامون خود عشق میآفرینم، به هر جا مینگرم نشانه های عشق را میبینم، به یاد دارم که دوست داشتنی هستم. یادت باشه مردم خودپرستند. آنها در جهان خود پیچیدند و به رنج تو توجه ندارند و پیروزیت را جشن نمیگیرند. پس به خود نگیر. بی‌توجهی راه و روش جهان است. این نه درست است و نه نادرست، نه خوب است و نه بد، فقط چنین است. اگر احساس بدی نسبت به خود نداشته باشی هرگز پیشامدهای جهان را به خود نمیگیری. فراموش نکن هر روش تو نسبت به جهان بازتاب حس تو نسبت به خودت است. هر شامگاه بخوان هراسی از نگریستن به درون خیش ندارم. هنگامی که خود را بیابی تنهایی امتیاز است، نه مجازات. شاهکارهایت را همواره در تنهایی می‌آفرینی. به یاد بسپار تنها زمانی که تنها باشی سکوت و خاموشی صدای درونت را پذیرا هستی. یادت باشه در تنهایی با انرژی که جهان را میگرداند تماس میابی. در خلوت با خود نجوا کن پاداش خوبی و محبتی را که از خود نشان داده‌اند در تنهایی میابم. در تنهایی آسایش میابم، در آنجا در صلح و آرامشم. اگر برای این لحظه زندگی کنی در هر بخش دیگر زمان زندگی خواهی کرد. لحظه موهبت زندگی است که بالهایش را در بخششی شادمانه می‌گشاید. لحظه جایی است که در آن زنده تر از همیشه هستی.
هر شامگاه با خود بخوان: هیچ دلبستگی به گذشته خود ندارم. گذشته در پس من قرار دارد، در ساحلی دوردست. فراموش مکن. تنهایی جایی است که خداوند با تو سخن میگوید و تو خداوند درونت میشوی. گفتن عبارت صبور باش هیچ سودی ندارد. تنها هنگامی میتوانی صبور باشی که احساس کنی در جاده درست قرار داری. یادداشت کن: پشت کار به علاوه شکیبایی مساوی است با هدف. نسبت به همه چیز صبور باش، اما نسبت به یافتن زندگی خود بی صبر. با خود تکرار کن: در جستجوی جاده درستم. با یافتن آن تردیدهایم رخت برمی‌بندد. با سفر در آن نیرویم را می‌یابم. جاده تنها هدف من است. به هر جا رود با آن می‌روم. خبری برایت دارم. تنها انسان‌های نیرومند و متعالی پوزش می‌طلبند. پوزش بخواه و توضیح بده که چگونه آزار دیدی. یادت باشه حتی زمانی که رفتار بدی از خود نشان داده‌ای